در نیمه اول سال 2024 در روسیه بیش از 500 شهروند تاجیکستان با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. ظفر صمد، مدیر اگنتی مبارزه با مواد نشه‌دار تاجیکستان، روز 29 ایول سال 2024 در نشست خبریش گفت در 6 ماه اول سال 2024 در کشورهای خارجی 528 شهروند تاجیکستان با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. از همه بیشتر 502 نفر در فدراسیون روسیه، 23 شهروند ما در ازبکستان و 3 نفر در قزاقستان به دست افتادند. از آنها در عموم 96 کیلو مواد نشئه‌دار مصادره کردند. بنا به امور اگنتی شماره تاجیک‌های در خارج دستگیر شده نظر به یک سال پیش 82 نفر کمتر است. در نیمه اول سال 2023 در کشورهای خارجی 610 شهروند تاجیکستان با چنین اتهام به دست افتاده بودند. در این زمان در نیمه اول سال 2024 در حدود تاجیکستان همگی 10 شهروند خارجی از جمله 5 شهروند افغانستان، 3 شهروند ازبکستان و 1 نفری از قزاقستان و قرقیزستان با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده. از آنها در عموم 235 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کردند. در نیمه اول سال گذشته در تاجیکستان همگی 5 خارجی برای قاچاق مواد نشئه‌دار دستگیر شده بود. بنا به معلومات اگنتی مبارزه با مواد نشئه‌دار تاجیکستان در ماه‌های ینور ایون سال 2024 در تاجیکستان از جانب همه نهادهای قدرتی و حفظ حقوق در مجموع بیش از 3 تن دقیق ترش 3 تن و 96.6 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کرده شد که این نظر به نیمه اول سال گذشته 619 کیلو یا 25% بیشتر است. از همه بیشتر 1 تن و 381 کیلو یا 44.6% از جمع مواد مخدر در جمهوری مصادره شده را مقامات در ولایت با افغانستان مرز ختلان از دست قاچاقبران مصادره کردند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و شیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا می‌کند، تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند.